در پی نشستی واشنگتن همکارم طاهری سفر با بروس پنیر تحلیلگر امور منطقه در رادیوی آزادی درباره روابط آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی و رقابت قدرت‌ها در منطقه صحبت کرد و صحبت را همراه می‌بینیم. بروس، در همه جا بسیار وقت میگویند که امریکا در آسیای مرکزی در پی حفظ منفعت‌های خود می‌گردد. این منافع چی است؟ امریکا در این گوشه دنیا چی می‌جوید؟ بعد از حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر به آمریکا، آسیای مرکزی برای ایالات متحده بسیار مهم شد. از آن زمان تا کنون امنیت در منطقه از اولویت های سیاست آمریکا بود. از بس که آسیای مرکزی به افغانستان نزدیک است، ایالات متحده به کمک کشورهای آن احتیاج دارد. آسیای مرکزی برای آمریکا یک منطقه ترانزیتی و یک شریک در جنگ با ضد تروریسم شد. از سال 2001 آسیای مرکزی برای ایالات متحده یک راه ترانزیتی برای انتقال نیروها و لوازمات به افغانستان شد. از آن سال تا کنون منطقه اساساً از همین جهت برای آمریکا مهم بود. بروس، در آسیای مرکزی بازیگران دیگر هم منفعت دارند. چین همسایه آسیای مرکزی، روسیه که آسیای مرکزی یک زمان قلمروی آن بود و حالا ایران. منافع مشترک آمریکا با این کشورها چی هست و اختلافات نظر بین آنها چی هست؟ البته امنیت در آسیای مرکزی به نفع همه این کشورهاست. هیچ کس نمیخواهد در منطقه ناامنی و بی‌بندوباری به وجود آید. همه بازیگران به این نظرند که حکومت‌ها باید باثبات باشند و از مشکلات دیگر جلوگیری کرده شود. از سوی دیگر وقتی امریکا در آسیای مرکزی حضور نظامی پیدا کرد، چین و روسیه و ایران از این حضور خوشحال نشدند. همه این کشورها یک نظر داشتند که امریکا دشمن آنهاست و حضور سربازان آمریکایی در آسیای مرکزی همان چیزی بود که نمیخواستند. روسیه اول اروپا را یک منبع مناقشه برای خودش میدانست. چین از تایوان و کره جنوبی و ژاپن نگرانی داشت. حضور ناگهانی آمریکا در آسیای مرکزی سبب شد که آن دو کشور کاملا به سمت مقابل رو بیارند، به جایی که منفعت‌هایشان وجود دارد. البته ایران دیرباز با آمریکا مناسبت بد دارد. موجودیت نیروهای آمریکا هم در عراق و هم در آسیای مرکزی ایران را ناخرسند و به احتمال غالب بسیار نگران کرد. بسیار وقت آمریکا را تنقید می‌کنند که برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، نقض حقوق انسان در آسیای مرکزی و تعقیب دیگر اندیشان را نادیده می‌گیرد. یا راه دیگری هست بغیر از این؟ با کمتر شدن حضور آمریکا در افغانستان، حالا این سیاست اندکی تغییر یافته است و به فکر من در آینده تاکید به اصلاحات دموکراسی و دعوت به مراعات حقوق بنیادی انسان در کشورهای منطقه زیادتر می‌شود. تشکر. بروس پنیر، همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت می‌کرد. تشکر بروس. تشکر.